دوستان سلام، وقتتون بخیر. به کانال تاپ مکانیک خوش اومدین. یه بار دیگه در خدمتتونیم با یه ABB کاربردی دیگه. خب امروز خودروی پژو پارس داریم. حالا عیبش چیه؟ مشتری به ما مراجعه کردن. مشکل این که لغی خیلی شدید توی دنده هاشون دارن. ما میریم برای بررسی و ABB ماشین. لیور دستنده ماشین رو زمانی که بازی میدیم یه لغی خیلی شدید داره. حالا بریم لیور رو در ببینیم ای به این لیور از چیه. خب این لیور رو پایه لیور دستنده رو باز کردیم. اینا رو وقتی ما تو هم قرار میدیم همونجور که مشاهده میکنین این لغی خیلی زیادی داره. این ماده اینه که این کاوچی‌هاش کنده میشه بعد این مدت. ما هم این لیور پایه رو عوض میکنیم و مشکل ماشین برطرف میشه. ما هم باشیم. عزیزان توجه داشته باشین موقع بستن حتما این دو واژه تنظیم رو زیر پیچ قرار بدین، چون بعد یه مدت اگه این واژه رو نذاریم دوباره دنده صفر میشه و ما باز همون مشکل رو داریم. پس دقت کنید که این واژه ها حتما زیرش قرار بگیرن. این لیور نور هم براش بستیم. این فقط اختلافش رو مشاهده کنید که چقدر اختلاف داره نور کنه. الان توی دنده گذاری مشکلی نداریم و اون لغی هم کاملا از بین رفته. این قسمت خوردگیش کلا الان از بین رفته برطرف شد. خب از داخل هم اگه مشاهده کنیم دنده‌کشی روون بدون لغی زیاد و اضافه. این هم اتمام کارش. دوستان اگه از آموزشمون راضی بودین تو کامنت ها بهمون بگین. اگه نظری چیزی دارین و اینکه چنل یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنین برای آموزش‌های بیشترمون. ممنونم که با ما همراه بودین.